سپس به شهر خود بازگشتند. شاه زمان زندگی مجردی پیشه کرد و از علایق و مردم کناره گرفت. اما شهریار همسر و کنیزان و غلامان را گردن زد و طعمه سگان کرد. پس از آن هر شب دختری باکره را به عقد خود در می آورد و بامداد روز بعد او را می کشت. این وضع 3 سال ادامه یافت تا مردم به تنگ آمدند. دختران خود را برداشتند و هر کدام به جایی گریختند و در شهر دختری باقی نماند. روزی پادشاه شهریار به وزیرش گفت: دختر شایسته‌ای برای من بیاب. وزیر هرچه گشت دختری نیافت. از ترس مجازات و مرگ نگران شد و به خانه رفت و غمگین و افسرده نشست. او 2 دختر داشت، یکی به نام شهرزاد و دیگری دنیازاد. شهرزاد دختری بزرگوار، دانا و دوراندیش بود و از احوال شاعران، ادیبان، افراد بازوق و پادشاهان گذشته آگاهی داشت. وقتی اندوه و ناراحتی پدر را دید، دلیلش را پرسید و گفت: این غم روزگار را تا کی بر دل می نهی؟ دنیا و هرچه در آن داری رها کن. همنشینی طلب، شرابی بنوش و گلی در دست بگیر، در حالی که هنوز جرعه‌ای داری. وزیر ماجرا را برایش بازگو کرد. دختر گفت: ای وزیر خجسته رأی و خجسته قدم، ای بزرگ پادشاه و نجات بخش دولت او، مرا به عقد پادشاه درآور، یا من نیز کشته خواهم شد یا زنده میمانم و این بلا را از سر دختران مردم برمی‌دارم. وزیر گفت: خود را در چنین مخاطره بزرگی انداختن دور از خرد و برخلاف رأی خردمندان است و میترسم آن بلایی بر سرت بیاید که بر سر زن کشاورز آمد.